چند سال قبل از این تاجیکستان همچون عضو کامل حقوق سازمان ملل متحد و سازمان امنیت و همکاری اروپا چند سند حقوق بین المللی را به تصویب رسانید. با در نظر داشت آن که اسناد حقوق بین المللی در نظام قانونگذاری تاجیکستان طبق کنستیتوسیا مقام ارزنده دارد و اعتبار حقوقی و قوه حقوقی آن نیز بیشتر است، این فرمان وزارت معارف و علم تاجیکستان خود در شکل فرمان، خود در شکل قرار هیئت مشاوره و در هر شکل دیگری که قبول شده باشد با آن مخالفت میکند و از این خاطر از نقطه نظر حقوقی اعتبار ندارد. ولی بدون شک این صلاحیت مأموریتی ریاست جمهوری تاجیکستان و سود کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان است. این جهتی حقوقی موضوع. این نظر من میگه که دانشجوها را به نظارت گرفته است. مقصد از چه فهم فریب شدگی مثلا به هر گروه چی میشوند همراه میشوند و همین خاطر که نظارت میگیرند دانشجوها را که مقصد بر فهم نخورنده و فکر من این نادرست میباشد. نادرست میباشد. بله. برای که من یک هفته پس سفر دارم با المپیاد از دیگر ارگانیزاسی خارجی. مثلا من چیکار میتوانم که مکتوب کنم 15 روز من انتظار شوم. دلم واقعا خنک میشود که مثلا المپیاد نروم، نام دولت خود را نبردارم دیگر جون. روز پیدا میکنم مثلا باز از یک طرف коррупция پرابلم میشود. مثلا با مردم از قفای تقابضی داودا ولی با اون یکم چریز میشود. این لطمه زدن به علم است. این کاری هست که به علم حلم نمیبیارد، به علم خاری میبیارد، زاری میبیارد و تمعجوی را زیاد میکند. به همین هم تمامی وکالت های شعبه های معارف ولایت شهر و ناحیه ها را وزارت گرفته است تا سن 6 ساله به مکتب رفتن جانشین وزیر باید حل کند یا که وزیر حل کند. این در دوره شوروی خیلی گپ نبود. در دوره شوروی حتی نمیدونستند که وزارت معارف در کجا است. تاجیکستان همچون کشور دموکراتی منفعتدار است که با جامعه جهانی باشد و از محدود کردن حقوق و آزادی انسان و شهروند از جمله حرکت کردن در داخل کشور و خارج از آن نیز شهروندان آزاد باید باشد و دولت در اساس کنستیتوسیا و اسناد حقوق بین المللی این را کفالت می‌دهد و تامین کرده است. بنابراین اصلا اگر به تجربه کشورهای دیگر متوجه شویم، چنین تجربه خاص دولت‌های غیر دموکراتی و یا خود توتالیتری و اتوریتری و یا خود خودکامه میباشد. از این خاطر کوشش محدود کردن شهروندان نابسته از وضع حقوقی آنها به خصوص ایجادکاران و عالمان و محققان و دانشجویان که می رود این خوب نیست. فکر دارم که زیاییان تاجیک، نویسنده ها، شاعرها و خود آدمانی که فرزندانشان را به خارج به تحصیل راه میکنند عکس العمل نشان داده این قرار غیرقانونی را به کار میکنند.